دربست. سلام به شما خانم نسیم رفیعی، عرض ادب و احترام خدمت شما. سلام به شما آقای سعید خرسندی، خیلی خوش صدا. اومدی. قربون شما. بیننده ها در واقع هم بیننده هم شنونده ی پادکست مخاطب خاص رادیو دربست هستن. در صورت ما این پادکست رو از تقریبا چند وقت پیش شروع کردیم. صداهای دوستان عزیز ارسال میشد و راجع به موضوعات مختلفی که بهشون میدادیم خیلی هم سورپرایز میشدم. چقدر عالی. آره خیلی از مواقع سورپرایز میشدم چون صداهای خیلی خوبی برام ارسال میشد و ما از شما دعوت سالی کردیم. بودن بچه‌ها؟ رنج سنی‌های مختلف بودش. منتها من برای شما پلی میکنم ما بین صحبتی که انجام میدیم و شما هم نظر خودتو به ما بده. صداهای خوب خیلی داریم و امیدوارم که اونهایی که صدا ارسال کردن، یکی از نکات خیلی مهمی که باید رعایت میکردن این بوده که باید صدا ادا در نمی آوردن، صدای خودشون باشه. امیدوارم که صداهای بکر خودشون رو بشنویم و ببینیم چه اتفاق خوبی قراره بیفته. ان شاءالله. خیلی خوش اومدی. در صورت دعوت ما رو پذیرفتی خانم نسیم. ممنون از دعوت شما. از گوینده ها و صداهای درجه یک در واقع هم حوزه رادیو هستن، هم تلویزیون، هم سوشال مدیا، دیگه همه با صدا آشنایی دارن دیگه. شما هم که دیگه بی‌نظیرید و ممنون از دعوتتون. مرسی. قربون شما. خیلی خوش اومدی. یه جمله‌ای داری که تو مخه ولی خب اشکال نداره. دیگه همینی که هست. در حال حاضر مشترک مورد نظر قادر به پاسخ نیست. لطفاً بعداً تماس بگیرید. هر وقت که ما این صدا رو میشنویم یا این جمله رو بگم راحت‌تره بگم میشنویم حالمون بد میشه. حالا من خودم وقتی تماس میگیرم با پسرم شما نبود و وقتی در دسترس نیست خودم دیگه فکر کنید چقدر از دست خودم باید هرس بخورم، اون دیگه خیلی بدتره. دقیقاً. خب خیلی خوش اومدید در صورت به پادکست مخاطب خاص رادیو دربست و بازم ممنونم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم که گپ و گفت خیلی خوبی داشته باشیم. ما این در واقع فرآیند در واقع موضوع رو با این محوریت انتخاب کردیم که مردم خیلی راحت بیان صدای خودشون رو ارسال کنن بدون هیچ گونه در واقع شاید بگم یه سری راههای سختی شاید خیلی از مؤسسات میذارن جلوی راه همه هنرجویان، اونایی که دوست دارن در این حیطه فعالیت کنن و علتش هم که شما رو دعوت کردیم و دوستانی که حالا ان شاءالله صداشون رو میشنویم این بود که خیلی راحت یه سری نکاتی رو شما بهشون بگید، ما بهشون بگیم، در حالا فواصل مختلفی یه جورای آموزش رایگان باشه. آره آموزشی باشه براشون که بتونن در واقع یه اتفاق خوبی براشون بیفته. من حس میکنم که اتفاق خوبی که با انگیزه تر بشن ان شاءالله. دقیقاً. رابطه گویندگی با استمرار و با در واقع اون ممارست و تمرین و پشتکار چطور میبینی شما؟ دقیقاً همه اینها به هم ربط داره. یعنی تو که اگر تکرار نکنی یک چیزی رو معجزه اتفاق نمیفته. بچه‌های من خب توی کلاس ممکنه 20 تا هنرجو باشن، بعد توی این 20 تا هنرجو 2 نفر گوینده میشن و حتی توی رسانه ملی صدا و سیما کار میکنن. خب من به همون 20 نفر همون چیزایی رو گفتم که به اون 2 نفر گفتم به همشون. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه اون 2 نفر خیلی بیشتر تلاش کردن، خیلی بیشتر تکرار کردن، خیلی بیشتر تمرین کردن. گاهی اوقات من از دست هنرجوها خسته میشم انقدر که تمرین میفرستن، ولی دقیقاً اونهایی که بیشتر از همه تمرین میفرستن و بیشتر تمرین میکنن اون معجزه براشون رخ میده و خیلی موفق تر میشن. یعنی در طول 1 سال من میبینم که راه 100 ساله رو پیمودن. خب خیلی من خیلی راحت بگم به دوستانی که الان دارن تصویر ما و صدای ما رو میبینن و میشنون، به هیچ عنوان هیچ اتفاقی تو هر کاری، حالا من حیطه گویندگی رو مثال میزنم چون به هر حال داریم سالها فعالیت میکنیم در این حیطه، بدون پشتکار و تمرین به دست نمیاد. هیچ چیزی اتفاقی نیست کاملا. دقیقاً. یعنی اگر ما میایم اپیزود اولمون که با خانم نسیم رفیعی در خدمتشون هستیم به این صورت جلو میبریم، همون اول به شما بگم یعنی آب پاکی رو بریزن رو دست اونایی که فکر میکنن که میتونن 2 ماهه یا 3 ماهه بیان در واقع گوینده بشن یا اصلا فرایند هنر سخنوری رو یاد بگیرن. گوینده هم اینو خانم رفیعی شما به دوستان بگید که صرفاً این نیستش که ما بگیم که حتما طرف باید صدای خوبی داشته باشه تو گوینده بشه. اتفاقا الان دیگه اصلا صدای خیلی مهم نیست، سواد مهمه، دانش مهمه، این که من به روز باشم، این که من حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشم، تکراری نباشم، آدم‌ها از شنیدن من خسته نشن، این که مدام دارن منو پیگیری میکنن توی فضای مجازی. مثلا همین رادیو دربست شما من میبینم که حالا گاهی اوقات صدا هم نیست ولی خب صدا که باشه صدای شما خیلی قشنگ‌تر هم هست. موضوعات جالبی رو بهش میپردازید از جاهای مختلف. یعنی من هر
هر دفعه که این صفحه رو باز میکنم میبینم یک نکته جدیدی رو با صدای شما آموزش میبینم و این برای من جذابه و اگر شما تکراری بشید یک روزی صفحتون باش خداحافظی میکنم. خیلی نکته خوبی بودش. من یادمه، بذارید یه مثال بزنم که این موضوع ملموس‌تر بشه. یه تقریبا میشه گفت 12-13 سال پیش توی یک همایشی من شرکت کرده بودم، به عنوان مجری بودم و یه سری نخبه‌های جوونی توی اون همایش حضور داشتن. خیلی نکته جالبیه این موردی که من دارم میگم. و می اومدن یه سری طرح‌هایی که سالها روش زحمت کشیدن رو به کسایی که یعنی یه تعداد کارآفرین نشسته بودن تو اون سالن و کسایی که سرمایه گذار بودن، یه سری نکات رو من فکر کنید مثلا من سعید خورسندی نخبه هستم، یه سری موارد رو که شمایی که در واقع میخواین سرمایه گذاری کنید و پول دستتونه به شما میگم و اگر شما جایز دونستید میایین رو اون فردی که نخبه هستش سرمایه گذاری میکنه، رو اون طرحی که ارائه میده. خیلی نکته مهمیه. خب در پایان اون همایش من یادمه یه دکتری بودش که دبیر اون در واقع همایش بودش، فامیلیشون یادم نیستش، ولی حرف خیلی جالبی زد. خروجی اون همایش 2-3 تا دونه تر بیشتر نشد، یعنی از بین مثلا شاید 70-80 تا تری که ارسال شده بود و داشتن پرزنت میکردن برای این همه سرمایه گذار و این همه در واقع صاحبان کارخانه‌ای که اونجا حضور داشتند، و یکی از دلایلی که اون فرد میگفت شما این همه زحمت کشیدید روی در واقع آیکیو خودتون، روی این همه در واقع علم خودتون، ولی هیچ کدومتون به اون صورت نتونستید پرزنت کنید خودتون رو، یعنی نتونستید طرح‌های خودتون رو بیاین ارائه بدین که اون کسی که اینجا نشسته بیاد کامل متوجه بشه اصلا شما داری چیکار می‌کنی. شاید طرح خیلی خوبی بود، یعنی شاید من خودم هم یادمه 7-8 تا طرح بودش که بی‌نظیر بودش، ولی خروجی ازش خروجی خیلی خوبی در نمیاد، به جهت اینکه نتونستن خیلی خوب پرزنت کنن، خیلی خوب صحبت کنن. این نکته رو هم به دوستان شما بگید لطفاً. حالا یا به صحبت من اضافه کنید. من دقیقاً توی دوره‌هایی که آموزش میدم به این نکته اشاره میکنم و رو بچه‌ها کار میکنم. یکی از مهمترین نکته‌ها اینه که بچه‌ها باید اعتماد به نفس داشته باشن در مورد چیزی که میخوان ارائه بدن. حالا اعتماد به سقف نه، اعتماد به نفس. دقیقاً همینطوره، چون اونم از اونور بوم بیفتن آسیب میزنه بهشون. و اینکه تو اگر که کارت رو درست بلدی انجام بدی، اگر که صدای خوبی داری، اگر که حرفه‌ای هستی، اول اینکه ما به حاشیه نباید بپردازیم. خیلی وقتا در مورد موضوعی که می‌خوایم توضیح بدیم هی میریم به حاشیه میپردازیم، اصل موضوع رو نمیگیم. اگر قرار من در مورد مثلا این مورد توضیح بدم، فقط در مورد این مورد و خیلی کوتاه و مختصر و مفید توضیح بدم و بسنجم ببینم زمان من، مکان من چطور هست. اگر فرصت این رو دارم که مثلا بیش از 3 دقیقه توضیح بدم، بیش از 3 دقیقه باشه، کمتر باشه. این مدیریت زمان و مکان خیلی مهمه. مدیریت من در مورد اون آدمی که چقدر وقت میذاره من رو بشنوه. آدم‌ها این روزها خیلی حواسشون این ور اون وره. الان نگاه کنید فضای مجازی اینستاگرام، الان استوریا رو ما بیشتر نگاه میکنیم، مگر اینکه یک چیز جذاب، یک نکته جذابی باشه، مثلا یه پیانیستی باشه که خیلی بهش علاقه‌مندیم، می‌بینیم استوری کرده که من پست جدید گذاشتم، میریم اون پست رو می‌بینیم. در غیر این صورت فقط حوصله‌مون میگیره که نگاه بکنیم استوریا چی هستن. درسته. پس باید مختصر و مفید در مورد اون چیزی که می‌خوایم ارائه بدیم، حالا اون میتونه شخصیت خودمون باشه، شخصیت کاری خودمون باشه که من مثلا این همه سال سابقه کار دارم و میتونم با شما این همکاری و این همکاری رو انجام بدم، یا اینکه من میخوام یک برندی رو ارائه بدم، میخوام در مورد اون برند اصلا با شما مثلا لایف استایل خودش رو میخواد بیاد ارائه بده، یا لایف استایل خودش، برند خودش، یا برند دیگری رو میخوام ارائه بدم، چیزی که حالا من اون رو تولید کردم. درسته. یا اصلا من قراره اون رو ارائه بدم که شما از من خریداری بکنید. خب درست باید این رو توضیح بدم که اون طرف بدونه که دقیقاً این به درد من میخوره. ولی اگر معمولی توضیح بدم آره این کارو ما کردیم، حالا فکر کنم براتون جالب باشه، خب یعنی جالب نیست دیگه. ولی وقتی بگی فکر میکنم براتون خیلی جالب باشه اگر با این کار بکنید، مثلا دارم بهتون میگم آقا چه راه دور میرسه خیلی ساده تر. من برای شما میگم که آقای خورسندی، من دیروز خونه یکی از دوستان بودم، رفتم و جای شما خیلی ماکارونی خیلی خوشمزه درست کرده بود. تا اینکه بگم آقای خورسندی دیروز رفته بودم خونه یکی از دوستان، یه ماکارونی خیلی خوشمزه درست کرده بود. این چقدر فرق میکنه؟ اینکه تو با اشتیاق در مورد موضوعی بخوای حرف بزنی و توضیح بدی و آدم‌ها رو جذب کنی. من باز تأکیداً میگم به همه دوستان، حالا این اپیزودها بعداً در واقع ادامه دار خواهد بود، باز هم در اپیزودهای بعدی میگیم فن بیان و هنر سخنوری مخصوصا تو دنیای امروز به هیچ عنوان مال کسایی نیستش که یه صدایی داشته باشن، به اصطلاح خودمون حالا یه بیسی داشته باشه، فونیک باشه و موارد دیگه. کسایی که
در واقع الان دارن تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، بدونن که اگر علاقمند هستین به این هیته و به این حوزه، حتما سعی کنید که فن بیان و هنر سخنوری رو یاد بگیرید توی همه کارا. حتی من خودم فکر می‌کنم تو روابط اجتماعی مثلا میخوام با یه نفر ارتباط برقرار کنم، یا حتی در حوزه روابط عمومی یه طرحی رو میخوام پرزنت کنم، یا اصلا توی سوپرمارکت میرم، یعنی خیلی کوتاه من واقعا دارم خیلی راحت دارم مثال میزنم، اینو بگم درست تره. ما حتی توی سوپرمارکت هم که میخوایم بریم با یک مغازه‌دار میخوایم صحبت کنیم، حتی همین بحث فن بیان و هنر سخنوری میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. و یا اون مغازه‌داری که میخواد یک محصولی رو به ما آفرین دقیقاً می‌خواستم بگم و توضیح بده در مورد اون محصول، اگر که قشنگ توضیح بده ما میبینیم توی زندگی روزمرهمون چقدر بهش احتیاج داریم. درسته. و یا حتی یک وکیل وقتی میخواد صحبت بکنه، یا یک قاضی وقتی میخواد صحبت بکنه، دکتر، روانشناس، ما میریم پیش مشاور کلی تحصیل کرده است و بسیار حرفه‌ای عالیه، نمیدونه کجا صدا رو ببره بالا، کجا صدا رو بیاره پایین، چطور با اقتدار صحبت کنه، نکته ها رو چطور گوشزد بکنه که اون آدم میخکوب بشه و بره به اون مسائل فکر بکنه و توی زندگیش رعایت بکنه. درسته. و خودش اعتماد به نفس نداره، خیلی شلوول حرف میزنه و متاسفانه آدم ها فکر میکنن حتما باید گوینده بشن که فن بیان رو برن یاد بگیرن. دقیقاً. حالا امیدوارم که این سری از پادکست ها با حضور دوستان خیلی خوب و مربیان یا اساتید خیلی خوبی مثل نسیم رفیعی و دیگر دوستانی که حالا ما در خدمتشون ان شاءالله اگه قسمت باشه خواهیم بود، بتونن یه سری نکاتی رو ارائه بدن که همه اونایی که دوست دارن در این هیته فعالیت بکنن از این طریق بتونن کار خودشون رو جلو ببرن ان شاءالله. خب موافقی چند تا صدا بشنویم؟ حتما. با کمال اولین میل. صدا خانم رها زارعان هستن و دومین صدا خانم پریسا که پشت سرم اینا رو میشنویم، برمیگردیم با هم دیگه گپ می‌زنیم. ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد دیدند. تلاطم زندگی حکمت خداست. از خدا دل آرام و آرامش بخواهیم، نه دریای آرام. بسپرش به خدا، چون بهت نیرویی میده تا بتونی از پس مسیرای سخت بر بیای، چون با بودنش هیچ وقت سخت به معنی غیر ممکن نیست، چون قبلا راهی رو که تو دوست داری مسیرش رو باز کرده وگرنه هیچ وقت تو سرت نمینداخت، چون ازت دفاع میکنه، چون هیچ قدرتی بالاتر از اون نیست و از همه اینا مهمتر چون بهت آرامش میده. بله بسیار عالی. خب اینم خانم پریسا بودن. خب نسیم خانم در خدمتیم. هر دو صدای فوق‌العاده خوبی داشتن و صدای شفافی داشتن، صدای رادیوفونیکی داشتن و من مطمئنم که اگر که آموزش ببینن بسیار جفتشون موفق خواهند شد. صدای اول یک مقداری صدا سازی داشت، خیلی کم، و این که من بخوام صدا سازی بکنم صدا سازی رو ما میکنه. میگیم تو همین اپیزود یا اپیزود بعدی که اصلا چیه داستانش میگیم من صدا یه کوچولو میخوام همین الان بگم. بگو. در نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. آقای خورسندی خیلی خوشحالم از اینکه در کنارتونم تا اینکه بگم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. آقای خورسندی خیلی خوشحالم از اینکه میبینمتون. ببینید ما باید خودمون رو باور داشته باشیم، بدونیم صدامون قشنگه. همین که گفتین شما الان صدا دیگه خیلی مهم نیست، در صورتی که این دوتا بچه البته خیلی صداهای خوبی دارن، فقط اگه اون ادا رو از صداشون بگیرن عین آرایش غلیظ میمونه، عین اضافه کاری میمونه. برای چی اینقدر فشار میاری به کلمه ها و بعد کلمه ها بعد شنیده میشه؟ دختر دومم متاسفانه یکم رباتیک میخوند، یعنی اون عشق تو صداش بود ولی تیکه تیکه میخوند. شاید بگیم اینفلوئنسی یا اون روون بودنه حتما دقیقاً. اگر تو کلامش رعایت بشه شاید خیلی بهتر بشه. بسیار زیبا و دلنشین میشد قطعا. یه نکته دیگه اینم راجبش بحث کنیم که اینم به نظر من خیلی میتونه مهم باشه. همین که خیلی از دوستان زحمت میکشن، خیلی نکته مهمیه، حس اعتماد به نفس دارن و صدای خودشون رو ارسال میکنن. اصلا با این در واقع مخاطب خاص ما کار نداریم. یعنی میخوام بگم که هر فردی اگر میخواد واقعا این قضیه رو استارت بزنه باید اعتماد به نفس داشته باشه. یعنی بذاره کنار خجالت رو. خیلی خجالت میکشن، تو جمع میخوان حرف بزنن، ارتباط برقرار کنن، بگن آقا نه بذار اول دیگری شروع کنه. یعنی برای کار گویندگی، برای کار هنر سخنوری، برای اینکه ما بتونیم ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنیم باید
حس اعتماد به نفس خودمون رو تقویت کنیم. چیکارش کنیم خانم نسیم؟ ببینید کسایی که اعتماد به نفس ندارن شروع کنن از جمع‌های کوچیک صحبت کردن. مثلا اینکه جلوی دختر خاله ها و پسر خاله ها نشسته یهو یک موضوع رو بذاره وسط، شروع بکنه مثلا در مورد حسادت صحبت کردن و ضبط کنه صدای خودش. چقدر خوبه این موضوع در بین مخصوصا خانوما. آقایون هم دارن. آره نوک پیکان به سمت آقایون هم بگید. خدمتتون عرض کنم که این خیلی خوبه که ما خودمون رو محک بزنیم و این نکته مهم یادتون باشه، هر چقدر صدای خودتون رو ضبط بکنید خودتون منتقد خیلی خوب تری هستید برای خودتون میبینی ای بابا چقدر من منومن کردم، چقدر یه کلمه مثلا واقعا رو 5 بار 6 بار هی به کار بردم، چقدر اون کردم مثلا. اینها باعث میشه که من دفعه بعد که دارم صحبت میکنم توی جمع سعی کنم کوتاه‌تر صحبت کنم، مختصر مفیدتر صحبت کنم، ولی با اعتماد به نفس صحبت بکنم. و این که حالا خب از جمع کوچیک‌تر میریم تو جمع دوستانه‌تر، بعد تو جمع غریبه‌ها، یه غریبه‌هایی که اصلا منو نمیشناسن شروع میکنم مثلا در مورد موضوع حفظ حریم خصوصی صحبت میکنم، یا یک موضوع برای خودم در نظر میگیرم شروع میکنم در مورد اون موضوع صحبت کردن، صدای خودم رو ضبط میکنم، میام گوش میکنم ببینم خب این نکته خوب بود گفتم، این نکته اضافه کاری بود، اینجا چقدر صدامو عالی بردم بالا، اینجا چقدر فراز و فرود رو رعایت کردم و این باعث میشه که خیلی به ما کمک بشه. درسته. خیلی خوب، این نکته خیلی درستی بود که بهش اشاره کردی. پس از جمع‌های کوچیک شروع کنیم، راحت صحبت کنیم و راجع به موضوعات مختلف هم حرف بزنیم. خودمون رو فقط در واقع تو ذهنمون اینجوری به وجود نیاریم که راجع به یک موضوع من باید همش صحبت کنم. دقیقاً. یعنی هر کسی اگر میخواد خلاقیتش بره بالا توی هنر سخنوری، به نظر من بحث خلاقیت هم خیلی مهمه. بعضیا خیلی خوب شروع میکنن، خیلی خوب جمع‌بندی میکنن و خیلی خوب در واقع تمومش میکنن بحثشونو، و خیلی هم سوال براشون پیش میاد خانم نسیم، میگن که آقای خورسندی، خانم رفی، آقای فلانی، خانم فلانی، ما وقتی صحبتمون رو شروع میکنیم نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم، نمیدونیم باید چطوری تمومش کنیم و اصلا چطوری داره جلو میره این بحثه. اینو چیکارش کنیم؟ این جمع‌بندی درست در واقع مباحثمون. ما توی کلاسامون بداهه‌گویی داریم برای بچه‌ها و یک قانون برای بداهه داریم. این که اول وقتی داریم شروع می‌کنیم در مورد یک موضوع صحبت بکنیم، یک داستان تعریف می‌کنیم. این داستان میتونه واقعی باشه، میتونه غیر واقعی باشه. بعد به موضوع بپردازیم و در انتها مخاطبمون رو درگیر کنیم. میشه یه مدلش اینجا با هم همین الان حتما بهتون میگم. آره. مثلا در مورد خوشحال کردن دیگران. به نام خدا سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم. امیدوارم لحظات به کامتون باشه. الان که داشتم میومدم سمت محل کار، دیدم یک خانم یک سبدگل خیلی خوشگل دستش گرفته و داره میره. ماسک زده بود، ولی احساس کردم چشماش داره میخنده. به این فکر کردم وای چقدر گل خریدن حال آدم خوب میکنه و اینکه چقدر خوبه ما به کسی هدیه بدیم یا از کسی هدیه بگیریم. بعد گفتم چند وقت من دیگران رو خوشحال نکردم، چند وقت دیگران منو خوشحال نکردن و تا اسم خوشحال کردن میاد به این فکر میکنیم که پول ندارم. امروز میخوایم درباره خوشحال کردن دیگران صحبت کنیم، از اون خوشحالیایی که حال آدما رو خوب میکنه بدون خرج کردن یک سکه. ببینم آخرین باری که شما رو خوشحال کردن کی بوده، یا آخرین باری که شما دیگران رو خوشحال کردید حتی با یه تلفن چه زمانی بوده؟ منتظرتون هستیم. حالا این میتونه توی اینستاگرام باشه که مخاطب بیاد کامنت بذاره برامون، میتونه توی رسانه باشه. یک قانونه. به علاوه اینکه من تأکید میکنم هیچ وقت نمیگیم سلام ما میخوایم در مورد خوشحال کردن دیگران صحبت کنیم. هیچ چیزی بدون مقدمه قشنگ نیست. حتما یک مقدمه چینی برای اول صحبتمون داشته باشیم. درسته. پس بازم من جمع‌بندی میکنم این صحبت رو که دوستان به صورت نکته‌ای تو ذهنشون داشته باشن. اگر ما قراره راحت صحبت کنیم در جمع، در یک همایش، در یک مهمونی، در یک جمع دوستانه، بدونیم که با مقدمه یه چیز رو شروع کنیم. این خیلی نکته مهمیه. مقدمه چینی خودش یه سری قوانین و اصول و در واقع قواعد خاص خودش رو داره که خیلی هم پیچیده نیست. اگر ما داریم میگیم قواعد داره، نه اینکه قواعدش قواعد پیچیده‌ای باشه، فقط باید بدونیم که این قواعد چیا هستن و چطوری باید اونا رو به کار بگیریم. حالا یه سری در واقع صحبت‌های میانی هستش، توضیح راجع به اون چیزی که می‌خوایم در واقع ارائه بدیم هستش و در انتها هم بتونیم جمع‌بندی کنیم و این رو هم در نظر بگیریم. خانم نسیم، وقتی که ما جلوی یک مدیر عامل یا یک بیزینسمن هستیم باید یک رفتاری رو داشته باشیم، حتی نوع صحبت کردن، یعنی بدونیم که مثال دارم میگم 3 دقیقه باید صحبت کنیم. درسته. و 3 دقیقه یک طرحی که شاید
نیاز باشه 20 دقیقه ما باید توضیح بدیم رو باید انقدر خلاصه نویسی رو یاد بگیریم، حتی هم به قول شما شاید کوتاه‌تر، چون الان مثلا فضای مجازی و کلا بحث اینستاگرام و این داستانایی که وجود داره کلا ذهن آدما رو هم کوچیک‌تر کردن. وقتی استوری الان 15 20 30 40 50 60 ثانیه هستش یعنی که ذهن‌ها داره کوچیک میشه. یعنی فرصت‌هایی که ما بیایم یه سری چیزها رو بیایم بررسی کنیم، یک ساعت راجبش اطلاع کلام داشته باشیم، حرف بزنیم، یه چیزی بخوایم توضیح بدیم، نه اینطور نیست. مثال من میگم پینترست میاد یک در واقع فرایند آشپزی رو توی 8 ثانیه 10 ثانیه میاد توضیح میده، در انتها تو کپشنش میمیسه مثلا 4 تا تخم مرغ باید داشته باشه، 2 تا پیمونه آرد داشته باشه و دیگر موارد. درست. یعنی خیلی نکته ها مهم شده، یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ما بهترین پیام رو باید به مخاطب خودمون بدیم و اینکه مخاطب شناسی به چه صورت هستش حالا اون بحث خودشو داره که ان شاءالله سعی می‌کنیم تو اپیزود بعدی بهش بپردازیم. یک نکته که شما بهش اشاره کردید من تکمیل می‌کنم فرمایش شما رو، این هست که ما لحنمون هر کجا باید یه طور باشه. همونطور که شما الان برای اینکه بیاین و این پادکست رو ضبط بکنید گفتید که من مثلا لباسم باید اینجوری باشه، شما باید لباستون اینجوری باشه. الان من و شما بخوایم به یک عروسی یا مهمانی دعوت بشیم قطعا لباسمون متفاوت خواهد بود. به این فکر کنیم که من وقتی جایی میخوام برم صحبت کنم باید لحنم چطوری باشه. خب من قطعا با مادرم یه جور صحبت میکنم، با فرزندم یه جور، با رئیسم یه جور، با کسی که کارفرمای جدید من هست و من میخوام یک محصول رو بهشون ارائه بدم یه مدل دیگه. و اگر اقتداری در کلامم نباشه موقعی که میخوام یک محصول رو ارائه بدم و اعتمادی در کلامم نباشه اون آدمم به من اعتماد نمیکنه و از من محصول رو خریداری نمیکنه. دمت گرم، نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردی. 2 تا دیگه صدا بشنویم. اولین صدا مربوط به خانم زهره هستش و در واقع بگیم سومین صدا، چون این سومین صدایی هستش که داره پخش میشه، خانم زهره، و چهارمین صدا مربوط به علی سالاره. خواهش میکنم بشنویم. قلبت را آرام کن، یک وقت‌های خلوت کن با روح درونت. نگاه کن به اطرافت، به نعمت‌هایت، به خوشبختی‌هایت، به وجود آدم‌هایی که برایت اهمیت دارند، به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت. گاهی یک جای دنج انتخاب کن، گاهی یک جای شلوغ. آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن. دل مشغولی‌ها را ساده تر حس کن. خوشحالی را فریاد بزن و بدان که خدا همیشه با توست. خوشبختی و آرامش یعنی توانایی سپاسگزاری و لذت بردن از آنچه که هستید و آنچه که دارید. خب متشکرم. خانم صداشون خیلی قشنگ بود، آقا هم همینطور، خدا رو شکر صداهای خوبی. آره من خودم برای بعضیاشون که واقعا سورپرایز شدم. خیلی خوبن. من نظر نمیدم خانم نسیم، چون ببخشید من دارم جسارت میکنم، فقط من نظر به جهت اینکه ما به همه مخاطبانمون صادقانه قول داده بودیم که یک داور میاریم تا اینا رو داوری کنه. اگر بحث داوری خود داریم شما هم که بهترین داور هستین، استادم هستین، لطف شماست. اگر داریم میگیم بحث داوری به جهت اینه که یه بحث انگیزه‌ای وجود داشته باشه در بین همه شرکت کننده هایی که در واقع ما در خدمتشون هستیم، بتونن یه مقدار خودشون رو قیاس قرار بدن، حالا نه در مقایسه با هم دیگه، خودشون اصلا بدونن که الان در چه جایگاهی هستن. و این یک بحث به نظر من مطمئنم این اتفاق میفته، یه بحث موتیویشن یا انگیزشی خواهد داشت برای همه اونایی که دارن الان این برنامه رو میبینن و یا میشنون که بتونن این قضیه رو ادامه بدن. چرا همش ما گیر دادیم به نمیدونم فلان مسابقه فلان خواننده حتما بیاد بالا، نمیدونم فلان. یعنی من میخوام بگم که خود گوینده هم باید کمکاری از خودمون هم هست. بیایم یه سری فرآیندهایی رو درست کنیم که حتی اونایی که دوست دارن تو این هیت فعالیت کنن چه اشکالی داره، بهشون کمک کنیم. آره کمک کنیم تا در خدمتشون بتونیم باشیم. خب میفرمودید خانم زهره بودن، درسته؟ بله زهره صدای خوبی داره، فقط اینکه از لب و دهنش خیلی درست استفاده نمیکنه. ببینید وقتی من اینجوری صحبت میکنم خدایا تو را دوست دارم، خدایا تو را میپرستم، تا اینکه بگم خدایا تو را دوست دارم، خدایا تو را میپرستم، چقدر متفاوته. و اینکه این متنی که انتخاب شده بود خیلی دلی بود، انگار که یه نفر دنبالشون افتاده بود و سریع باید این متن رو میخوندن تا تمام شه. سرعت خوندنشون هم خیلی بالا بود. مطمئنم که ایشون بسیار خانم با استعدادی هستن و اگر که دوره ببینن فوق‌العاده میشن. آقا هم متاسفانه خوشبختانه صدای خوبی داشتن، متاسفانه یه مقدار ادا در می آوردن که مدل ته گفتنشون و اینا یه جوری بود. من مطمئنم که اگر که خیلی بدون ادا بخونن بیشتر به دل ما میشینه، چون بیس صداشون صدای خیلی خوب بود. درسته. این نکته که گفتی یاد یه جمله از آلبرت اینشتین افتادم که دوست دارم اینجا توی در واقع برنامه بگم به دوستان، که میگه که اگر کسی
هیچ وقت تو زندگیش اشتباه نکرده بدونه که هیچ وقت هیچ کار جدی و جدیدی رو انجام نداده. بله همینطوره. باز من به دوستان عزیز میگم اگه دیکته رو غلط ننویسیم که واقعا یاد نمیگیریم. گویندگی باید تجربه کرد، باید رفت، باید نترسید، باید زحمت کشید. گویندگی هم باز ما میگیم، من در کنارش همیشه پرانتز باز میکنم، بحث هنر سخنوری و فن بیان. دوستان این روزها باز ما تاکیداً میگیم برای گوینده ها نیست، برای همه آدم هاست. یعنی همه ما باید یاد بگیریم که خوب صحبت کنیم، خوب ارتباط برقرار کنیم، خوب با دیگران بتونیم در واقع نشست و برخاست داشته باشیم و تو تمامی امور به ما کمک میکنه. دیدی من حالا جسارت نمیکنم ولی واقعیت بعضی از پزشکان ضمن احترام به همه اونایی که خیلی مهربونن، روانشناسی بالینی رو خیلی خوب بلدن، طرف میبینی تو مطبش سرش پایینه، هرچی ما میگیم میمیسه، یک ثانیه هم نگات نمیکنه. درسته. من دوست ندارم این شرایطو واقعا. یعنی اون مریضه احساس راحت، هر چقدر اون پزشک خوبی باشه همینطوره. این اتفاق برای همه ما میفته، حتی اون مغازه‌دار، حتی من سعید خورسندی که میان مثلا میگن خورسندی فلان. یعنی اگر واقعا ما نتونیم یه سری ارتباطات خیلی خوب چشمی، کلامی، زبان بدن، زبان بیان رو ما برقرار کنیم با مخاطب خودمون که حتی خانوممون باشه، حتی دوستمون باشه، حتی بچه‌مون باشه، هیچ فرقی نمیکنه، اون اتفاقی که ما ازش سراغ داریم هیچ وقت تو زندگی برای ما نمیافته. کاملا. بنابراین تجربه کنید، سعی کنید یاد بگیریم، سعی کنیم همه در کنار همدیگه داشته باشیم. 200 بالای شاید 240 تا مقاله نوشت آلبرت اینشتین تا اینکه چند تا از مقالاش واقعا دیده شد. یعنی این نکته مهمه که انقدر اونا هم خودشون تجربه میکردن. حالا در زمینه علمی این اتفاق رو من میام بستش میدم با گویندگی. من میگم گویندگی و هنر سخنوری باید با تمرین به دست بیاد. ما نمیتونیم بگیم که یک شبه میتونیم تمپو صحبت کردن خودمون رو یاد بگیریم. همین نکته‌ای که شما گفتی این خانم مثال دارم میگم، خانم زهره خیلی داره تون صحبت میکنه. خب اگر داره تون صحبت میکنه اینو ما در نظر داشته باشیم که ریتم خودش یک فرایند مجزایی است که اصلا ما باید توی مباحث بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم، مثل نکاتی که بلد هستیم رو بهتون بگیم. این نکته رو هم رعایت کنیم. یک نکته دیگه آقای خورسندی و اون اینه که خواهش میکنم صداهای مختلف رو بشنویم، کتاب صوتی بشنویم، رادیو بشنویم، پادکست های مختلف رو بشنویم، صدای خوب بشنویم، صدای بد بشنویم، اینها رو از هم تفکیک کنیم و ببینیم که خب الان این نکتهش چیه، من اون اشتباه رو تکرار نکنم. بشنویم تا نشنویم نمیتونیم یاد بگیریم آقای خورسندی. و یه زمانی من خودم میگفتم حتما صدای فلان گوینده و فلان گوینده و فلان گوینده که عالی هستن رو بشنوید، ولی الان میگم نه، هم صدای خوب رو بشنوید هم صدای بد که گوشتون عادت بکنه و بتونین تفکیک بکنید. خب حالا یه سوال پیش میاد، اگر من صدای بد بشنوم گوش من بد تربیت نمیشه؟ به هیچ عنوان، چون خوبرم میشنوم یاد میگیرم که اونطور بد اجرا نکنم. یعنی در مقام مقایسه قرار میگیرم. بله قطعاً باید این اتفاق بیفته. آره اینم یه نکته‌ایه که من خودم حسم اینه کمان که شما اگر میان کلمتون شکر تشریف میبرید یه جا مثلا برای خرید، نمیشه میان کلام من عسل باشه. هر چی شما بگید. خب خدمتتون عرض کنم اگر که شما تشریف ببرید مغازه بخواید لباس بخرید، خب نگاه میکنید مثلا رنگ‌های لباسا کنار هم باید باشه. شما مثلا رنگ مشکی رو انتخاب میکنید روی رنگ قرمز. اگر فقط بخواد یه مغازه یه رنگ لباس داشته باشه فکر نمی‌کنم براتون جذابیت داشته باشه. همه رنگ‌ها رو کنار هم وقتی میبینید اون رنگ دلخواهتون رو انتخاب میکنید. صدا هم همینطوره. درسته. خب یه تکنیک هم به دوستان بگیم حالا امروز که دیگه اومدیم، چون سعی میکنیم تو هر اپیزود با حضور اساتید محترمی که در خدمتشون هستیم، من این قولم از خانم رفیع میگیرم که چندین اپیزود یعنی یک فصل باید در کنار ما باشید. خلاصه شما اینقدر تجربه دارید که هر چی هم صحبت کنید شاید هم برای مخاطبین سن سالی ندارم، از شما کوچیک‌ترم. تجربتون ماشاءالله خیلی زیاده و دمتون هم گرم. سالها دارین در حیط گویندگی کار میکنید، در حیط در واقع آموزش خیلی فعال هستید و اونایی هم که دوست دارن حتی جزو کسایی باشن که از تجربیات شما استفاده کنن، به صفحه شخصی خانم نسیم رفیع تشریف ببرید. شما اونجا کلی در واقع هایلایت دارن و کلی کلاس آموزشی دارن که میتونن در واقع در خدمتتون باشن. تکنیک 478 یه تکنیک خیلی به نظر من باحالیه که خیلی موقعا میگن که من تا میام یه صحبتی بکنم توی یه جمعی، این خیلی بازم نکته مهمیه. آقا این نفس من بالا نمیاد، یعنی اصلا نمیتونم صحبت کنم، حالم بد میشه، یعنی هیچ ارتباطی نمیتونم برقرار کنم تا میام حرف بزنم، انگار مثلا تمام دیافراگم به من قفل میشه و نفسم بالا نمیاد. هی
انگار تنگی نفس درست. برای من به وجود میاد. تکنیک 478 که جز تکنیک‌های خیلی باحال هستش که ساخته اندرو ویل هستش، میتونه به همه دوستان کمک کنه. 4 ثانیه با بینی نفس میکشید، 7 ثانیه حبس میکنید و 8 ثانیه بازدم. به این صورت 7 ثانیه من نگه میدارم نفسمو و به صورت کنترل شده 8 ثانیه در واقع به صورت بازدم این قضیه رو میتونم داشته باشم. این میگم برای ریلکسی خیلی خوبه، برای خواب راحت خیلی خوبه، برای گویندگی. من خودم خیلی موقعا که یه برنامه در واقع لایوی داریم میخوایم برنامه اجرا کنیم، من خودم این تکنیک رو هر وقت به کار میبردم حالم خوب میشد، یعنی احساس ریلکسی بهم دست میداد. کاملا درسته، چون انقباض انبساط در واقع خود ماهیچه های دیافراگم دیگه. حالا من نمیخوام خیلی بحث علمی و در واقع این مباحث توی اینترنت فراوونه، ما خیلی نمیخوایم توی این سری از اپیزودها راجع به این موارد خیلی صحبت کنیم، چون میزنی نمیدونم ماهیچه های دیافراگم، مثلا دیافراگم، تنفس دیافراگم، اینا خوبه من نمیگم. و خیلی از بچه‌ها میان به من میگن مثلا ما پیش فلان استاد بودیم به ما این روش رو یاد دادن. همه روش‌ها درسته. من اصلا نمیگم هر استادی که برای خودشون روشی دارن، استادهایی که شغل و حرفشون گویندگی و بازیگری هست و کار دارن میکنن سال هاست، نه اونهایی که اومدن تست دادن و الان دارن تدریس میکنن. منظورم اونهایی هست که واقعا سال هاست با گوشت و پوست و استخونشون گویندگی، اجرا و تئاتر رو لمس کردن. اونهایی اگر که نکته‌هایی رو میگن برای تنفس، حتما نکته‌های درستی هست. همه اونها خوبه که آدم یاد بگیره. یه نکته دیگه اینه که حتما کنارتون یک آب همدما هم داشته باشید موقعی که میخواین حرف بزنید. همین چند قلوب آب خوردن هم بازی مقدار بعد از اینکه این تنفس رو انجام دادید بهتون کمک میکنه. بسیار خوب، بریم سراغ در واقع شرکت کننده بعدیمون. 5مین صدا مربوط میشه به خانم فرزانه اسماعیلی و 6مین مربوط میشه به خانم هانی. ماشاءالله خانم‌ها پررنگن. بله همون می‌خواستم بگم، همیشه خانم‌ها پررنگن. آره همینطوره، ولی آقایون هم داریم که در واقع قسمت بعدی پخشش میکنیم. بشنویم صدا خانم فرزانه اسماعیلی رو. برای خوشبختی و آرامش باید توکل به خدا داشت، به وسعت عالم، تفکری مثبت داشت به تعداد هر فکر، تدبیر مناسب داشت به تعداد هر اقدام، صبر و تحمل داشت در کل مسیر زندگی. خیلی ها می‌خواهند اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند، بعد به زندگی لبخند بزنند، ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند به آسایش و خوشبختی و آرامش نمی‌رسند. آرامش یک احساس است. تو نمی‌توانی به زور این احساس را ایجاد کنی. کافی است همه منفی بافی ها را کنار بگذاری تا با پای خودش به سراغت بیاید. تا می‌توانی به دلی امید ببخش. همین کارهای کوچیک میشه یک دعای خیر در حقت و درست زمانی که انتظارشو نداری کارا درست و ریز میشه. دعای دیگران رو در حق خودت دست کم نگیر. خب در خدمتم. خواهش میکنم. خانم فرزانه بودن؟ بله، اولین شرکت کننده، یعنی 5مین شرکت کننده فرزانه، 6مین هانی. خب شرکت کننده اولمون باز همون مشکلی که گفتم خدمت شرکت کننده قبلی که تند میخوندن. این طور متن‌ها رو باید یک مقدار آرام‌تر بخونیم. بعضی وقتها من احساس کردم که اون حرف آخرشون شنیده نمیشه. مثلا گفت مثلا گفتند د شنیده نمیشد و اینکه سرعتشون باز خیلی بالا بود. خب بعد نفر دوم یه مقدار صدای خوبی داشتن، خوبم اجرا کردن، فقط دعاهاشو دعاهای خب دعاهای این رو دقت بکنیم موقع صحبت کردن و هر کلمه ای رو با حس خودش وقتی اجرا بکنیم اون اتفاقی که باید میفته. هر دو عزیز صدای خوبی داشتن، فقط اگر این نکته ها رو رعایت بکنن بی‌نظیرتر میشه. بسیار عالی. خب یه نکته خیلی خوب داشت صحبت شما، البته همه نکتهاش خیلی خوبه، ولی این نکته منو به این فکر وادار کرد که اون واکه‌های کلامی هم اگر دوست دارید به دوستان بگید، یعنی ای او او. آره اینا رو بهشون بگید که چون بدونن که مثلا به چه صورت بیان اجرا کنن. این خیلی به نظر من میتونه کمک کنه. خیلی به قول شما با بسته صحبت میکنن، خیلی رادیجه صحبت میکنن، میگن سلام خسته نباشید شما. این خیلی حال در واقع خوبی ایجاد نمیکنه تو مخاطب. همین که خیلی بیان بازی داشته باشیم. ببینید بذارید یه مثال بزنیم. هندیا خب
من احترام میذارم به در واقع همه مردم دنیا، هیچ فرقی نمیکنه. ولی هندیا چون نوع فکشون و نوع در واقع صحبت کردنشون بسته هستش، همیشه حالت این صحبت میکنن. بله درسته. ولی ایرانی ها مثل انگلیسی ها مثل آمریکایی ها چون واکه های کلامیشون باز هستش، خیلی باید شمرده تر صحبت کنن. واسه همینه که اگر یک ایرانی بیاد مثلا صحبت کنه و دوبله ایران در گذشته، حالا زمان استاد منوچهر والیزاده که ایشالله سالیان سال سلامت باشن، همه اونایی که از در واقع بین ما رفتن خدا رحمتشون کنه، اونایی هم که هستن ایشالله سالیان سال باشن که ما بتونیم استفاده کنیم، مخصوصا دوبلورهای قدیمی که واقعا اسطوره هستن. اون زمان جزو بهترین دوبله های دنیا بوده. یعنی من حتی خودم شنیده بودم که بعد از ایتالیا دوبله ایران در رتبه دوم هستش. خب این اتفاق خیلی مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه اصول بیان رو رعایت میکردن و خیلی حتی در تون صحبت کردن هم سعی میکردن که کلیه کلمات و مخرج کلمات رو ادا کنن. اگر نکته راجع به این موضوع هم داری بگید که خیلی به نظر من مشکل خیلی ها هستش. بسیار مهمه. و اینکه آقای خورسندی وقتی که شما که الان صدای قشنگی دارید، اگر شما بخواین از فکتون درست استفاده نکنی و اینجوری صحبت بکنین، خیلی بیشتر تو ذوق میزنه. آقا چرا الان خیلی ها مثلا یه دکلمه‌ای توی اینستاگرام اینا میذارن سلام عشق من میمانم در کنارت، مثلا فکر میکنن قشنگه دیگه، اصلا خوب نیست. خصوصا متنهای احساسی، خصوصا متنهای نیایش رو ما با حس بیشتر باید بخونیم و خودمون رو توی دستای حالا اون عشق ببینیم یا توی دستای خدای مهربون ببینیم و راز و نیازگونه نمیگیم خدای دوست دارم، خدای به من توجه کن، خدای منو ببین، خدایا دوست دارم، خدایا به من توجه کن، خدایا منو تو دستات نگه دار. چقدر فرق میکنه تا اینکه همینطوری بگیم بریم قشنگ صحبت کنیم و احساس کنیم که آقا این جمله‌ای که الان داریم میخونیم شاید آخرین جمله زندگیمونه، خوشگل بگیمش. در واقع به کار بردن حس میتونه تو این فرآیندی که شما اشاره کردی خیلی تاثیر بذاره. 100% اصلا وقتی ما داریم با صدا کار میکنیم آقای خورسندی، خب من و شما سالهاست داریم گویندگی میکنیم در رسانه و اگر که ما موفق بودیم در کارمون، دلیلش این بوده که تونستیم آنچه که نویسنده نوشته رو تجسم بکنیم خودمون و بعد بتونیم یه کاری بکنیم که اون مخاطبمون هم تجسم بکنه. خصوصا تیزر خواندن که کار هر کسی نیست، که خب صدای شما در تیزرهای مختلف شنیده میشه. تیزری که مثلا برای چای میخونین یه مدل میخونین، برای مثلا ایرانسل میخونید یه مدل اصلا میخونین. ژانر داره دیگه. چقدر فرق میکنه و باید این فرق وجود داشته باشه و چقدر شما روی کلمه ها حساس هستید. خب الان اینطور، حالا کاری نداریم که ما به تهیه کننده هم نیاز داریم و تهیه کننده یه جایی به ما میگه من دلم میخواد که خیلی شاداب باشه، یه تهیه کننده میگه نه با توجه به موسیقی دلم میخواد که خیلی آرام بخونید. با توجه به اونها و بعد کلمه ها رو که داریم نگاه میکنیم شروع میکنیم به خواندن متن و اونجوریه که جذاب میشه. برای همین ما فکر میکنم هولوش شاید 300 400 تا گوینده در کل ایران، گوینده های خیلی مطرح داریم، ولی فکر میکنم 20 یا 30 نفر هستن که فقط تیزر میخونن. درسته. حالا یه سری فرآیند به قول شما داری که راجع به ژانر هم حتما صحبت میکنیم. خیلی علاقه‌مندن مثلا در حیطه گویندگی فعالیت کنن در رادیو، خیلی گزارشگری رو دوست دارن، خیلی دوست دارن گوینده تیزر باشن، خیلی دوست دارن نمیدونم دوبلور بشن. ماشاءالله رسانه‌های مختلفی داریم، هیت‌های مختلفی داریم. حالا سعی می‌کنیم توی کانتنت‌های خلاقانه هم که در اینستاگرام که شما هم در ابتدای صحبتتون بهش اشاره کردید، حتما با دوستانی که دوست دارن در این هیت هم فعالیت کنن صحبت کنیم و یه سری نکاتی رو بهشون بگین. هدف من کلاً خانم نسیم اینه که اونایی که دوست دارن در این هیت فعالیت بکنن، یعنی بیان این ویدیو رو ببینن، بتونن یک کاری رو انجام بدن به صورت عملیاتی برای خودشون دیگه تولید محتوا کنن. یکی مثلا میاد میگه که من میخوام خوب صحبت کنم، یکی میاد میگه که مثال میگم من روابط اجتماعی پایین در مورد صحبت کردن. روابط اجتماعی بحث روانشناسان است. ما تو این موارد دخالت نمی‌کنیم، ولی بخشی از روابط اجتماعی که وجود داره به نظر من در خوب صحبت کردن، در اتک نداشتن یا در آروم صحبت کردن، اینکه چطوری آرامش خودمون حفظ کنیم، این چطوری اعتماد به نفس برای خودمون ایجاد کنیم و موارد دیگه است که راجع به اینا ما سعی می‌کنیم صحبت کنیم که اگر دوستانی دارن این ویدیو رو می‌بینن براشون مثمر ثمر باشه، مفید باشه، بگن آدمشون گرم یه کاری رو کردن که مثال من از این جایگاهی که هستم 2 تا پله اومدم بالاتر و همین به نظر من
یه اتفاق خیلی مثبت ما کاری که باید باشه. انجام دادیم. آره خب بریم یه دو تا دیگه صدا هم بشنویم. حتما. خیلی هم زمان نداریم، فکر میکنم اپیزود اول رو ما باید جمع‌بندی بهش برسیم. ان شاءالله تو اپیزودهای بعدی در خدمت دوستان هستیم با موضوعات بعدی. حالا این دو تا صدا رو با هم دیگه بشنویم. خانم اگر اشتباه نکرده باشم باید بریم سراغ 2 4 6 8 و باید بریم خانم صدای خانم عسل رو بشنویم و آقای سورنا. آقای سورنا هم یه نکته جالب دارن، گوش بدین. بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه، فقط با بودن آدم‌هایی تسکین پیدا میکنه که مثل قرص آرام بخش میمونن. آدمایی که تو صداشون، تو حرفاشون یه نیروی خدادادی هست که بهت آرامش میده. فقط کافیه چند کلمه‌ای باهاشون صحبت کنی تا دردهات رو فراموش کنی. آرامش از درون به بیرون تجلی خواهد یافت. هیچ کس نمیتواند آن را به تو یاد دهد. هیچ کس نمیتواند آن را به تو ببخشد و هیچ کس نمیتواند آن را از تو بگیرد. آرامش را در جهان اطراف خود جستجو نکن، بلکه درون خود به دنبال آن بگرد. خیلی ممنونم. خیلی عالی. منو یاد مهرداد مزرعه آره دوست مهرداد عزیزم عزیز. آره مهرداد عزیز که واقعا خیلی با شخصیت، صدای خیلی خاص خوبی هم داره. به سورن تبریک میگم، صدای خیلی خوبی داره، صدای خیلی خاصی داره. و سورن بود دیگه، سورنا. آره به سورنای عزیز تبریک بگیم میگم. آقای دولت شاهی. آره. بهش تبریک میگم، صدای خیلی خوبی خاصی داره، فقط اینکه روون نمیخون دیگه، مقطع میخون. اصلا صدای خیلی خوبی داره، خیلی هم خوب خوند. فقط یک نکته‌ای که من میخوام یک مقداری میخوام بگم اشوهشو کم کنه، نمیدونم چه چیزی بگم توش، یا اون یه بار دیگه بشنویمش، نازشو کم، یه بار دیگه بشنویمش من ببینم چه کلمه‌ای میتونم براش پیدا کنم. آره. بشنویمش یه بار دیگه اگه اصلا بشنویم. بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه، فقط متشکرم. بعضی دردها تو زندگی هست که با هیچ دارویی درمان نمیشه. نیازی نبود بگیم بعضی دردها تو زندگی هست، یعنی نیازی نبود. این اضافه کاریه، این یه مقدار احساساته. صدای خیلی قشنگی داره و من مطمئنم که یک بار دیگه اگر برام بخونه عالی ترم اجرا انشالله. یه نکته مهم بگم، هر چقدر ما نچرال صحبت کنیم، طبیعی صحبت کنیم، تأثیرگذاریش برای خودمون بهتر خواهد بود. این چیزی که خانم رفیعی میگن دوستان اشتباه نگیرید که ایشون میگن که مثال میگن که یه جایی اگر یک متنی میخونید عاشقانه هستش با حس بیشتری بخونید. این حسه هیچ ربطی به اون داستان در واقع ادا در آوردنه نداره. بعضیا مثلا توی صحبت که خب عرض سلام دارم خدمت شما خانم رفیعی، امیدوارم که این ادای دیگه این صدای خورسندی شاید این نیستش. دقیقاً. شاید یه نفر دیگه این مثال اصلا نام نمیبرم صداش این مدلی باشه، بله ارادت دارم خدمت شما بفرمایید، خوش مشخص ادا داره در میاره. دلیلی نداره صداتو بندازی تو گلوت، دلیلی نداره خیلی در واقع یه چیزایی رو اغراق کنید. و اینکه آقای خورسندی این اذیت میکنه مخاطبو. دوستامون اگر بخوان ادای شما رو مثلا در بیارن چه جذابیتی داره؟ ما یه سعید خورسندی داریم، یه نسیم رفیعی داریم. برید خودتون رو پیدا کنید که بعدن که صداتون رو شنیدن بعضیا بگن وای چقدر صدای خاصی داره، چقدر صداش نچراله به قول شما. و اینکه فایده ای نداره مثل خواننده ها میمونه که مثلا بگن چقدر فلانی صدا شبیه ابیه. خب ما یه ابی داریم، چرا باید صدامون شبیه ابی باشه؟ یه صدای خاص داشته باش، صدایی که مخصوص خودت باشه، مثل قیافه های خاص که الان دوستان مثلا رو ظاهرشون میرن کار میکنن، همه خیلی شبیه هم شدن. خب قشنگ نیست. تو همین دماغت که بزرگه، اون قوز دماغت خوشگلت کرده، اینو دوست داشته باش. صدات رو حتی اگر یه موقع گرفتگی داره اونو دوست داشته باش. سعی کن یه جوری لحنت رو باهاش کار بکنی که اون صدا گرفته هم قشنگ بشه. میشه این کارو کرد. آره دقیقاً همینطوره. من بازم یاد یه جمله یکی از دوستان خیلی خوبم افتادم، دوست که چه عرض کنم از اساتید بسیار بزرگیه که من خیلی دوستش دارم و بهش ارادت دارم، داریوش فرهنگ مهربان، که یک جمله خیلی جذاب داره و میگه که ورژن اصلی خودتو داشته باش. دقیقا. یه ورژن از خودت همیشه درست کن و واقعا آدم اگر میخواد یه اتفاقی براش پیش بیاد باید یه ورژن از خودش درست کنه.
یعنی از همین الان بهش فکر کنیم. ببینید تکنیک‌ها رو یاد بگیریم. درست. در واقع اون فرایند گویندگی رو یاد بگیریم، اینا همه به کنار، ولی بهش فکر کنیم که ما میتونیم صاحب سبک بشیم برای خودمون تا اینکه بیایم یه چیزی رو ادا در بیاریم. اگر ما بریم تو مود ادا خانم نسیم تا تهش تو مود اداییم. و اینکه چرا فکر میکنیم وقتی قرار عاشقانه شعر بخونیم یا متن عاشقانه بخونیم باید ادا باشه و آه و ناله باید باشه؟ امروز به پایان میرسد، از فردا برایم چیزی نگو. من نمیگویم فردا روز دیگر است، من میگویم تو فردایی، همان که باید به خاطرش زنده بمانم. حالا همینو بخوایم با ادا بخونیم. امروز به پایان میرسد، از فردا برایم چیزی نگو. چرا آواهای اضافه بیاریم؟ چرا این مدلی بخونیم؟ خیلی بد میشه دیگه. موافقم باد. 2-3 تا دیگه صدا میشنویم و دیگه باید یه جنبندی کنیم و با دوستان خلاص. خیلی مباحث زیاده، گویندگی به این زودی ها تموم نمیشه دقیقا. ولی خب چه کنیم که البته پادکست که تایم نداره، ولی خب چه کنیم که شاید شما زمان نداشته باشید. قربون شما. خب 11مین شرکت کننده امین عزیز هستش و 12مین علی ابزاری. چشماتو ببند، سعی کن نشنوی، فکراتو بریز دور، سعی کن هیچی نفهمی. روی زمین دراز بکش، سرد باشه، سفت باشه، دیگه برای هیچ چیز تلاش نکن. این بود زندگی که آخرش بشه این؟ نه، آرامش این نیست. هر کسی تعریف متفاوتی از آرامش داره، اما به نظر من آرامش یعنی داشتن کسی که تو رو با تمام نداشته هات بپذیره و دوست داشته باشه. فکر میکنم این خود آرامشه. اگه همچین کسی رو تو زندگیت داری، حسابی قدرشو بدون رفیق. عالی، مرسی. من مطمئنم یه نفر دوم آموزش دیده، آقای علی ابزاری. آره، به همون بگه حتما که آیا آموزش دیده یا نه. اگر آموزش ندیده و انقدر آکسانهاش به جا بود و درست خوند که آفرین واقعا بهش. نفر اول صدای خوبی داشت ولی به درد تئاتر میخورد. برای گویندگی باز همون برمیگردیم به اینکه من از لب و دهنم استفاده بهتر داشته باشم. اگر اون دیالوگ برای یک فیلم بود خیلی عالی بود، ولی اگر قرار اون دیالوگ رو من گویندگی بکنم نیاز به اینه که یک مقدار بیشتری از لب و دهنم استفاده کنم. ولی خب خیلی هر دوشون خوب بود. دمشون گرم. خیلی خوب. شما اگر نکته به نظرتون میرسه من نمیگم به جهت اینکه خب شما هم خودتون استادین. نه خواهش میکنم، شما لطف دارید. من نمیگم به جهتی که دوست ندارم این در واقع بحث جهت بهش گرفته بشه. من به جهت اینکه در واقع به دوستان قول دادم که گفتم یه داوری میاریم که سرشناس هم هستن و اون داور عزیز خودشون داوری میکنن. ضمن اینکه شما 5 نفر رو انتخاب میکنید. بله. و این 5 نفری که انتخاب میکنید که کارتون هم سخته به نظر من، ما یه رأی گیری میذاریم توی کانال تلگرام و اونایی که در واقع بیشتر رأی بیارن یه پست با صداشون درست میکنیم توی پیج رادیو دربست، یا این قولم از شما میگیرم تو پیج خودتون در واقع وایرال کنید که یه یادگاری از عزیزان بمونه و میتونیم دعوتشون کنیم اینجا هم باشون. آره اگر تهران باشه چرا که نه، میتونیم در خدمتشون هم باشیم. خب بریم سراغ شرکت کننده بعدی. 13مین صدا خانم ابوالفضلی، 14مین سولماز و آخرین صدا در این اپیزود خانم بهاره. اول خانم ابوالفضلی رو بشنویم. اگه الان ناراحتی، قصه داری، نگرانی، فکرت مشغوله ولی داری سخت تلاش میکنی و میجنگی، مطمئن باش آخرش خوب میشه، قشنگ میشه، روشن میشه، زیبا میشه. به قول مولانا اگر ابرها گریه نمی کردن، جنگل ها نمی خندیدن. عالی، مرسی. خب نکته‌ای داری راجع به خانم ابوالفضلی؟ خانم ابوالفضلی صدای خوبی داره، فقط اینکه متن انگیزشی رو یه جوری خوند من فکر کردم الان گریه میکنه. بغض داشت. متن انگیزشی رو مطمئن باشی اتفاق خوب برات میفته، نه اینکه مطمئن باشی اتفاق خوب قراره بیفته. این یعنی بدبخت داره خاک بر سر میشه، بدبخت میشه بیر پی کارش. حتما یک لبخند موقع خواندن متن انگیزشی داشته باشیم. حیف این صدای خوب. آره حیف. بحث لحن که خانم رفیع بهش اشاره کردن، لحن اینم به شما عزیزان بگم که باز هم برمیگردم به همون صحبت اولیه
که به هیچ عنوان به این راحتی ها نیستش که شما یک روزه یا 2 روزه لحنتون تغییر کنه. لحن با تمرین و ممارست و با تجربه به دست میاد. سرعتشون همه چیشون به جا بود. اگر که اونها رو نگفتم، بچه‌هایی که الان دارن ما رو میبینن یا میشنون، نکته‌های مثبتشون رو حالا وقت نداشتیم بگم. خیلی‌ها نکته‌های بسیار مثبتی داشتن، همین که همشون واقعا تا این لحظه صداهای خوبی داشتن. ولی خب من نکته‌های منفی رو میگم که بچه‌ها برن روش کار بکنن. امیدوارم که نرنجن از من. نه خواهش می‌کنم، چرا برنجن؟ به هر حال ما می‌خوایم رشد کنیم، می‌خوایم پیشرفت کنیم، باید در واقع صبور باشیم و انتقاد پذیر باشیم. مثل خیلی‌ها نباشیم که انتقاد اصلا نمی‌پذیرن. بله دقیقاً. خب بریم پیشرفتم نمی‌کنه. بله همینطوره. سولمازو میشنویم. میگویند رسیدن به آرامش هدف است، اما باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است. آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در پایه و دامنه کوه می‌گذرد، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر. شما نکته‌تون رو بگید. من نگم. دوست دارم الان بشنوم. میخوام ببینم. من نچرال بودنشون رو دوست داشتم. این که خیلی عالی بود، صداشون میگم همشون عالیه. ایشون هم صدای خاص و خوبی داشتن. فقط باز من تأکید میکنم ایشون هم از لب و دهنشون درست استفاده نکردن و انگار که لحنشون یه جوری بود که پیش و پا افتاده است این متنی که دارم میخونم، در صورتی که با تمام وجودم باید این متن رو بخونم و وقتی که از لب و دهنم استفاده میکنم اون با تمام وجود خواندنه به چشم میاد. درسته. بذارید من یه مثال بزنم برای اینکه این موضوعی که خانم رفیعی گفتن بیشتر تو ذهن شما بمونه. ببینید وقتی که اگر ایشون میگن لبخند، من الان دارم صحبت میکنم میگم که خانم رفیعی سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم سلامت باشید، خیلی خوش اومدید. حالا با لبخند، سلام خانم رفیعی، امیدوارم که صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید، ان شاءالله روز خوبی. بچه‌ها این حس میده، یعنی این حسه با یه سری اتفاقهای میمیک صورت به وجود میاد. دقیقاً می‌خواستم همینو بگم. یعنی یه جایی مثلا اگر ما یه متن عاشقانه داریم میخونیم، شاید لازم باشه چشامون هم ببندیم، بهمون حس بده. بستن چشم، یا مثال میگم پخش یک موسیقی عاشقانه یا یک موسیقی در واقع رومانس یا یک موسیقی موتیویشن برای یک متن انگیزشی، اینا میتونه بهتون حس بده. یعنی یک هدفون تو گوشتون داشته باشید، ابزار دیگه، و اگر میخواید متن رو بخونید به این صورت یعنی میخوام بگم که باز عجله نکنید. ما سعی میکنیم به سری نکاتی رو به شما بگیم که شما یاد بگیرید و اونها رو تمرین کنید. اگه تمرین داری راجع به این مورد بگید. شما هم میخواستم مثال بزنم برای بچه‌ها. اینکه من بگم که آقای خورسندی شما خیلی صدای قشنگی دارین. آقای خورسندی داشتم میومدم اینجا، راننده اینقدر بد رانندگی می‌کرد که میخواستم بزنم دکوپوزشو بیارم پایین. آقای خورسندی راستی چقدر اون کارتون قشنگ بود که آخرین بار پخش شد. الان یه نفر صدای من رو بشنوه و یا صورت من رو ببینه فکر میکنه من دارم در مورد یک موضوع صحبت میکنم، در صورتی که آقای خورسندی چقدر صداتون قشنگه. آقای خورسندی داشتم میومدم، راننده اینقدر عصبانیم که میخواستم دک و پوزشو بزنم بیارم پایین. آقای خورسندی چقدر اینجا قشنگه. هر کدوم از اینها یه احساسات داره و متاسفانه کلن ما بعضی از آدم‌های دور و برمون بلد نیستن ابراز محبت بکنن. حالا غیر از بخش گویندگی و فن بیان، از اون بیایم بیرون، توی زندگی مهمه که من مثلا به فرزندم بگم وای مامان چقدر لباست قشنگ شده ماشاءالله، تا اینکه بگم وای مامان چقدر لباست قشنگ شده ماشاءالله. اصلا اون حس منتقل نمیشه و بچه منم که من الگوشم از من الگو برداری نمیکنه. و بعد حالا برمیگردیم توی گویندگی، توی نمایشنامه خوانی، تو کار صدا. اگر که این میمیک رو نداشته باشیم، اگر اون احساس رو نداشته باشیم، اصلا اونجا که باید شاید منتقل نمیشه. کتاب صوتی گوش کنید، طرف صدای بی‌نظیری داره، از اول تا آخر یه مدل داره میخونه که بهش ما میگیم مونوتون میخونه. یعنی دلت میخواد دقیقاً حالا اون CD یا اگر که رفتی توی اپلیکیشن کلا خاموشش کنی بری سراغ یک گوینده دیگه، در صورتی که متنش هم خیلی متن جذابیه. بعضیا طلا رو میکنن توی روزنامه و پرت میکنن به سمتت. ما اینجوری نباشیم. بیایم اگر یه متن خیلی ساده است بکنیمش توی ورق طلا و تقدیم کنیم به مخاطبمون. دیدید یک آدمی مثلا یک شعر خیلی معمولی رو یک گوینده خوب، مثلا زنده یاد خسرو شکیبایی که حالا گوینده هم نبودن ولی ماها صداشون برامون جذابه و نوستالژی، شعر رو میخونن برامون جذابه. یه ژاله صادقیان عزیزم، استاد قشنگم، ایشون یه شعر رو میخونن چقدر آدم به دلش میشینه، و یا خیلی از استادهای عزیزمون. خب ولی همون شعر رو
یک آدم معمولی تر میخونه یا یه گوینده تازه کار میخونه. وای کاش تو شعر نمیخوندی. برای همین خیلی مهمه که ما بتونیم واقعا یک متن رو که داریم میخونیم و ارائه میدیم با جون و دل و وجودمون بخونیم، به لحنش، به معناش، به همه اینها دقت لازم رو بکنیم. خیلی نکته خوبی بود، ممنونم. آخرین شرکت کننده رو بشنویم و جنبندی و خداحافظی. خانم بهاره. آرامش چشمانت رو با آرامش دنیا عوض نمی کنن. تو ای آرام ترین آرامش دنیا. چشمانم را می بندم تا لحظه‌ای چشمان پر آرامش تو را ببینم. تویی که مرا می توانی آرام کنی و منی که نمی توانم بی تو آرام بگیرم. باورت نمی شود که آرامشم را مدیون تو هم. تویی که برایم معنی واقعی آرامشی. خب ایشون هم صدای خاص خودشون رو داشتن و من فکر میکنم که اگر که در ژانر کودک ایشون متن بخونن، کتاب‌های صوتی بخونن خوب باشه. یه نکته‌ای هم که من یادم رفت توی فواصل صدای بچه‌ها گوش می‌کردم، این که ما یا کاملا کتابت می‌خونیم یا کاملا عامیانه. یه نصف متن رو کتابت نمی‌خونیم، نصفش رو عامیانه. مثلا یه جا گفت رو چشمان، یه جا گفت چشم. یعنی اگر واقعا چشمانه باید چشمان بگیم. و معمولا در متن ادبی حتما چشم باید خوانده بشه. و اینکه باید بری یاد بگیری و انتخاب بکنی که چه ژانری به صدات میاد. با توجه به اون، مثلا ایشون اگر متن احساسی بخونن که الان خوندن شاید خیلی روی صداشون ننشست، ولی اگر مثلا قصه شازده کوچولو رو میخوندن به نظرم قشنگتر بود. یه بخشی از مثلا یک داستان کودکانه برامون البته که ما موضوع در واقع آرامش رو به دوستان ارائه داده بودیم، ایشون متنی که خوندن محتواش همین بود، ولی خب به قول شما اگر یک متنی رو پیدا میکردن که مناسب صداشون باشه خیلی آرامش مثلا برای خواب کودک. آره خواب مثلا کودک. این قشنگ به قول شما اینطوری باشه. خب خیلی ممنون از شما نسیم رفیعی عزیز که تشریف آوردی به استودیوی مخاطب خاص پادکست رادیو دربست و همه مخاطبین شما رو دوست دارن و شما هم قطعا دوستشون دارید. فرقی نمیکنه مخاطب رادیو دربست باشن یا مخاطب شما باشن، مخاطبین همه جا هستن، برای ما ارزشمندن و توی دنیای جور و جور و خیلی متنوع رسانه‌های دیداری و شنیداری که الان این روزها هممون درگیرش هستیم، امیدوارم که این پادکست بتونه یا این ویدیوکست بتونه در واقع کمک کنه به همه دوستانی که دوست دارن خوب صحبت کنن، خوب حرف بزنن، خوب ارتباط برقرار کنن، یا اونایی که دوست دارن در حیطه گویندگی و دوبله یا بحث رادیو یا حتی بحث تیزرهای تبلیغاتی فعالیت کنن. امیدوارم که تونسته باشه یه بخش کوچیک یا یک چراغ‌های جذابی رو براشون روشن کرده باشه که تا اپیزودهای بعدی ما رو ببینن و شما کمکشون کنید که چه راهی رو برد درستره. و خلاصه میگم انقدر به قول شما تو این شبکه‌های مجازی راههای مختلف رو در اختیار مخاطبان قرار میدن و خیلی ها به نظر من به بیراهه میرن. امیدوارم که این مدل پادکست ها بتونه یک بابی رو فراهم کنه تا راه درستی رو مخاطب انتخاب کنه. یک نکته بچه‌ها، گارد نگیرید اگر کسی ازتون ایراد میگیره، بهش فکر کنید، عاشق باشین و پیگیر باشید برای چیزی که میخواین بهش برسین و اون هدفتون رو دائم یک جا بنویسید و به سمتش تلاش بکنید، پیش برید و مطمئنم با اون عشقی که دارین حتما به اون چه که باید شاید میرسید. قربون شما، خیلی متشکرم ازتون از اینکه تشریف آوردی به ممنون از دعوت شما. خواهش میکنم. مخاطب خاص پادکست رادیو دربست و من صحبتی ندارم، شما اگر فرمایش ندید درود بر شما، متشکرم. رادیو دربستی یا مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم. خدا نگهدار. شما زنده باشید.